زیبا مانده باشه. سلام علیکم مخلصانی عزیز. تمامینا بیسرا ای بلبل خوشخوانی تاجیک بیسرا ای پردام بوده. مرا میجایم. بیسرا منیجا اگر تو بخوانی همگان در این محفل رقص و بازی میکنند. با شما بلیط های ارزان در کار نمیدونید از کجا خریداری کنید؟ با واتساپ اویاکس شاهنوزه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. سلام علیکم دوستان عزیز، پادپیچیکای گرامی قدر، همه دوستان مخلصان عزیز، مخلصان حج و خنده. ما میدونیم که هر چیزی که ما میپرتویم به خاطر شما است. در انمی کانال قربان نعمتов. نکه ما در دیار زیبا مانده باشه. سلام علیکم مخلصانی عزیز. احترام میجی. خیر فقط تو دام میزنی. خیالم که خودم توقعیم ای پردام بوده. مرا میجایم. سلام. نصیب را همی بودیم. راستی که ما این زمان سفر هنری داریم با دوحه دنگره. بیشتر یک دره. بله دنگره ببر. وزم رفته سیم نصیب باشد. آزی ما همونجا رفته سیم ده. خلاصه میریم همه کسا. میریم نصیب باشد وزم دوام میتیم. مشق دستمو. گوش کنیم ما برنده. میریم میخوش آجا. اخلاط گاز ما سرود خونیم. بیا خیلی گوش کنیم. ما برنده اعلام میکنیم شما سر بگیر. فهمو رفته. اعلان نکن. السلام علیکم دوستان عزیز، در برنامه ما امروز هستند دو بانوی زیبا منیژه و مهیا بزم امروزه ما را آغاز میکنند و میخوانند. مرحمت بیسرا ای بلبل خوشخوانی تاجیک بیسرا ای بلبل خانیش تاجیک مرحمت منیژه بیسرا مرحمت بخوان منیژه که مردم شما را گوش بکنند. بیسرا منیژه اگر تو بخوانی همگان در این محفل رقص و بازی میکنند. مرحمت خورم زمین دره این خب نمیکنه دنگره برا فقط نبخور باش بخوره. ایش ما دو میزه تمام دیگه ما همجا شهجور کردیم همین نه بگه بخوره که تو بفروید تمام اینا. بیسرا ای بلبل خوشخوانی تاجیک بیسرا بخوانید. مرحمت مهیا بون آبد شما اگر شما بیسرا باز مسرویم بم گاب میزنی استو نه تمام دیگه بس تمام تا وقتی که ما گفتم اعلان کردم بخون. مرحمت بیسرا مال خرم بسر شایه برفتنای دنگره شایه ای طفلی خرم با پوشه برفتنای کجاشه خیلی پوچوشه سم تو دشه دره خوب دنگره برا خورم زمینی نو داره بیشتر اوضاع شیرین راستی گپ قریب راننده رحمی برومد آوازی مهین داره ما طاقت کردیم آفرین و یا نکم سلامت باشه آوازی خوب. میدونی چی من شما ده سوال دارم مرد شما ده من مثلا شما توی برومده هم صحنه دادم اعلان کرد شما رو برنده میبروی صحنه ده چی میگه یکم چی میخونه یکم سرود بالا مثلا ما وای توی مقصد دیدم میبینیم که مقصد توی بچه های نه مثلا بچه زنگیر باشه شما سر کده بچه زنگیر باشه خیلی میبینیم که اگر خیلی میبینیم که زن شد توی یچ میخونیم منجا میگم توی یچ میخونیم اول یکم سرود در لوبای تو می اول یکم سرود با سرود مادر سر بشه. سلامت باشه مادران به نهایت دوست می‌دارم. میگه که دور یگانه مادر نازی فسانه مادر از علی تو دنیا باغ ترانه مادر از کهکشان بلند از قدر تو قیمت تو عزت ندارد انسان به اسم عزت تو. مرحمت سرود مادر در اجرای دو نوجوان که نو الکی وقتی خود را یافتن سلامت باشه میسرن. مرحمت یک سرود مادر بخونه یک و هرچه غریبای ما هستن مادرها رو یاد کردگن وطن رو یاد کردگن یاد کردی بخونی تا سرود مادر هیا تاگمو ایکی را بخونم مرحمت شما ایلو بوی کیا ایکی را بخونم خیلی هنرمندای بسیار نقص داریم همگان هنرمندن ملت توجی حیاتش بخون داخل ای راو برکه که های بلبلو مگر راو برکش کیا چی گفتی راو برکش کیا آخه فکر چی کردم دیشا